در جریانید که یه سری عکس از اینجا، از این چادر، از سیستان و بلوچستان رسید دست ما تهران، از مادری که 36 سال اینجا زندگی میکرد با این تشک، با این زندگی. چند روز پیش اومدیم سیستان و بلوچستان، همه کاراشون انجام شد، خونهشون ساخته شد، انشالله از این به بعد قرار راحت زندگی کنن. از الان داری خونه‌تو تمیز میکنی؟ فردا اینجا تازه میخواد سیمان بشه مامان جان خسته میشی، شما یه لحظه ول کن. خونه اینوت مبارک باشه. اینجا دیگه رهن و اجاره هم نیست، خدا رو شکر زمین به نام خود مادر، خونه برای مادر ساخته شده که مادام العمر راحت زندگی کنه با وسایل زندگی. اول مردم رو دعا کن، بعد از مردم اگه یاد من افتادی زیر این سقف منو ول کن، مادرم رو دعا کن. دعا کمک بکنم الله ماما شانست یاری کنم، سربری کولت کنم، دستت و هیچ نیست. ببخش ما رو اگه این همه سال تو سختی زندگی کردی. نه دیگه بشین برای شام. نه مامان جان، شام دیگه من باید تهران خونه پیش مادر خودم باشم. دلم نیومد اینو نگم، من تنها اومدم اینجا اما احساس غربت نکردم. انقدی شرافت و مهمون نوازی تو این مردم دیدم، فقط خواستم بگم که از طرف تمام مردم ایران به زبان مادریم آذربایجان یا شاسین سیستان و بلوچستان خیلی زود برمیگردم پیشتون، قول شرف میدم دست پرتر بیام، با یه تیم بیام.